فران تورس. یامال، پدری، محوطه جریمه رئال. فران تورس، یامال، ویترینی ترین بازیکن حال حاضر دنیای فوتبال لامین یامال. 2 مساوی به گوش تاریخ برسونید، بنویسید با خطی درشت رو سردر لالیگا. قدرت اول حال حاضر لیگای اسپانیا بارسای هانسی فلیکه و اعجوبه در شهر، در این کشور، در این دنیا این چهره است. از این صحنه چقدر گذشته بود، چند ثانیه که همین توپ برگشت و نهایتاً یامال چرخون تو دروازه رئال مادرید. خدا، چشمام هنوز دنبال تکرار این صحنه بودن، به آرزوشون رسیدن اما سیر نمیشن. چجوری جداشون کنم از این صحنه؟ 2 مساوی.